هلو گایز، چطورید؟ اومدیم با یه ویدیو یوتیوب دیگه راجع به پروژه های توطئه‌ای که ما انسان ها راجع بهش هیچی نمیدونیم. Let's go. فکر کردین شاید چیزی توی دنیا وجود داره که قرار نیست بدونیم؟ شاید بعضی از حقایق اونقدر تاریک و خطرناک باشن که رسانه ها و دولت ها یا حتی تاریخ سعی کرده برای همیشه مخفیش کنه. تو این ویدیو میخوام 3 تا از تاریک ترین و عجیب ترین تئوری های توطئه رو باهاتون در میون بذارم. تئوری اول، ببینید ما میخوایم اول راجع به تئوری ها صحبت کنیم، بعد با همدیگه آنالیز کنیم. تئوری اول، پروژه مونتاک. کنترل ذهن واقعی تر از اون چیزیه که فکر میکنی. داستان از پایگاه نظامی قدیمی تو نیویورک شروع میشه، جایی به اسم مونتاک ایر فورس استیشن. اگه اسم سریال استرنجر تینگز براتون آشناست، باید بدونی که الهام اصلی اون همین پروژه مونتاکه. طبق ادعای برخی از افرادی که مدعی هستن فرار کردن، که لازم نیست اسمشون رو بگم، این پروژه توی دهه 70 و 80 میلادی به شدت سری نگه داشته شده بود. هدف: کنترل ذهن انسان، سفر در زمان و حتی ارتباط با موجودات فرازمینی. یه مرد به اسم آلف بایلک مدعی شد که تو این پروژه بوده و میگه که اونجا شاهد بچه‌هایی بوده که برای آزمایش‌های روانی استفاده می‌کردن. میگه تونستن ماشین‌هایی بسازن که ذهن انسان رو هک کنن. حتی یه دروازه به زمان باز کردن. اما اینا چرا باید مخفی بمونه؟ چون اگه دولت بتونه ذهن من و تو رو کنترل کنه یعنی آزادی. فقط یه توهمه. ببینید راجع به این تئوری بخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. تئوری کلاً یه موضوعی که وجود داره راجع به کنترل ذهن و حالا همه قسمت‌هایی که داخلش وجود داره، این که نمیتونه خارج از واقعیت باشه. شما اگر دقت کنید هر موقع یه قسمتی، یه پورتالی باز میشه، میان که بهتون آگاهی بدن، یک آگاهی بهتون منتقل بشه، اتفاقی بدی براتون میفته. نه اینکه اتفاقات روزمره، اتفاقات خیلی بدتر. مثلا رضا پیشرو تو آهنگ سور اسرافیل، اون آهنگ رو کامل گوش بدید متوجه میشید که چیزی خارج از عرف و قاعده نداره، ولی باید بشینی واقعا با ذهنت گوش کنی، نه برای تفریح. بخوای بشینی گوش کنی و آنالیز کنی. قسمت بعدی که مرتبط میشه به این پورتال ها و حالا تئوریایی که وجود داره، ببینید ما یک فنی داریم به اسم برون فکنی، پرواز روح بهش میگن. من یه دوستی داشتم که واقعا زبده بود توی این زمینه، یعنی حتی یک سری کارهایی رو بلد بود انجام بده که تو میگفتی آقا من به چشم هیچی نمیبینم و جلوی چشم یه سری چیزهایی رو میتونه ظاهر کنه یا یک سری انرژی هایی رو به نشون بده که تو اصلا تو خوابت هم نمیتونی ببینی. و من ارتباط خیلی نزدیکی با این آقا داشتم. این آقا استاد برون فکنی بوده. چه اتفاقی میفته؟ اولین باری که این اتفاق براش رخ میده، میبینه نمیتونه برگرده، یعنی اتفاقات عجیبی هی سعی میکنه براش میفته، هی اتفاقات بدتر و بدتر میشه و ادامه دار میشه. موضوع به کجا میرسه؟ موضوع اینجاست که ببینید ایشون، من باشون یه دوره تمرین داشتم، برون فکنی انجام میداد و وقتی که برون فکنی انجام میدی، وقتی بلند میشی یه نخ بهت وصله، یعنی فرم یک نخ، دارم به زبان آمیانه میگم. اگر خیلی دورشی و نخ پارشه به جسمت بر نمیگرده. و جالبیش اینه طی آزمایشی که داشتیم انجام میدادیم، اولین بار که هر کس برون فکنی انجام میداد توی یک حالت بیمارستان با هزاران تخت کنار هم بلند میشد، خودش بلند میشد ولی بقیه خوابیده بودن، به دستگاه فصل بودن. قسمت دارک ماجرا اینه. این میشه تئوری هایی که بله وجود داره و به یه قسمت هایی میرسه که ما برمیگردیم قسمت سومر. شما اگر داخل هر دیتایی سرچ کنید، در زمان سومر پادشاهان تا چند هزار سال عمر می‌کردند. حتی نوح جوانمرگ شد. این بحث عمر کردن و بقیه موضوعات اینطوریه که یک غده‌ای درون بدن ما وجود داشته. این هم یک نوع تئوریه، ولی وجود داشته که باعث می‌شده دیرتر پیشی. ولی الان با استفاده از یک سری امکانات در افرادی که قدرتمند هستن در این جهان،
موهای سرشون برمیگرده، جوان‌تر میشن و قطعا به گوشتون خورده. تئوری دوم، پروژه بلوبیم، بازسازی ظهور پیامبران یا تکنولوژی هولوگرام. شاید اخیراً یه فیلم سینمایی با بازی سیدنی سوینی راجع به این بازسازی ظهور پیامبران دیده باشید که اون پروژه واقعاً به شکست خورد. حالا شما هر جا دوست داری راجعش سرچ کن، اون پروژه واقعاً به شکست خورد، امکانش نبود. یه روز از صبح خواب بیدار میشه، آسمون روشن میشه و یه تصویر عظیم از جیزس کرایست یا امام زمان یا حتی یه بشقاب پرنده تو آسمون ظاهر میشه. مردم گریه میکنن، دعا میکنن، میگن نمیدونم آی فلان بشه، آی بیسار بشه و منی که اون لحظه پولدار شدم و همه چی مجانی میشه. اما اگه بگم همش فقط یک نمایشه، تئوری پروژکت بلوبیم توسط یک محقق کانادایی به اسم سرژ موناست مطرح شد. اون ادعا کرد که ناسا با کمک دولت‌های قدرتمند داره یه پروژه سری راه میندازه که قراره با استفاده از تکنولوژی هولوگرام‌های ماهواره‌ای به ظهور دروغین دست پیدا کنه. هدفش چیه؟ ایجاد یه بحران جهادی، اتحاد مردم تحت یک حکومت واحد و کنترل مطلق بر ذهن‌ها و قلب‌ها. از اونجایی که واقعا رک بتونیم تمامی انسان‌ها فقط چششون کار میکنه، مغزشون کار نمیکنه و اون لحظه فقط میبینن، فکر نمیکنن که وای چه اتفاقی افتاد، وای. و ببینید این واقعا زندگی رباتیه. اینکه شما فقط میبینید و درک نمیکنید و فقط یک کاری صبح تا شب انجام میدی، یک زندگی رباتیه و تا انتهاش هیچی نیست. آره فن بلد باش ولی ربات نباش. جالبتر اینه که موناس 2 سال بعد از افشای این پروژه به طرز مشکوکی مرد. مامکوسا. تئوری سوم، تئوری که همه راجبش شنیدن، جایگزینه انسان ها با رپتایل ها. دیدید مطمئناً یه سری فیلم و عکس دیدید. از قدیم میگفتن بعضی آدم نیستن، اما شاید یه عده واقعا آدم نیستن. یه تئوری عجیب ولی بسیار پرطرفدار بین تئوریسین ها میگه که برخی از چهره‌های سیاسی، افراد مشهور و میلیاردرهای بزرگ در واقع مارمولک‌های انسان نما هستن. لپگل تو مورتال کمبت بود، لپگل. اینا به اسم رپتایل ها معروفن و گفته میشه که میتونن تغییر شکل بدن، وارد بدن انسان ها بشن. حالا نمیدونم میخواد از پایین وارد شه، از بالا وارد شه، کجا شو، حالا شما تو کامنت ها بگید. با تسلط بر سیاست، اقتصاد و رسانه کنترل کامل به بشریت رو دارن. دوبار خواهد فیلم هایی وجود داره که نشون میده چشمای بعضی از سیاستمداران، بازیگران و چهره های فاخر برای یک لحظه تغییر شکل میده. نیاز نیست که ویدیوشو بذارم ولی حالا میذارم. البته میگن ممکنه مشکل دوربین باشه، اما چرا همیشه این مشکل فقط برای آدمای خیلی مهم پیش میاد؟ مثلا چرا چشای من اینجوری چپ نمیزنه روش؟ دارن چپ نمیزنه. ببینید، میخوایم وارد یه قسمتی بشین، یه توضیح پایانیه. واقعا دارن چی رو مخفی میکنن از انسان ها؟ ببینید، شما از هر جا میخوای بپرسی بهت پاسخ نمیده. باید یک فن و توی کامپیوتر بلد باشید. یعنی شما به هر قسمتی از وب هم دسترسی پیدا کنید که اصلا پیشنهاد نمیدم، جوابی پیدا نمیکنی. ولی بذار رک بهت بگم، میپرسی اینا چیه؟ میگن کنترل. کنترل چی؟ ذهن. برای چی؟ امنیت. چرا؟ آرامش. تا کی؟ ابدیت. پایان کیه؟ خیلی نزدیک. چگونه؟ اتفاقی. این چیزهایی که ممکنه بشنوی، ولی موضوع اصلی اینجاست. باید کنترل بشی. اتفاقی که برای عدم کنترل وجود میاد، انسان ذاتاً به علت عدم کنترل که روش به وجود بیاد مثل یه حیوان درنده میشه، هیچی نمیفهمه، هر کاری که بگه انجام میده. پس باید کنترل بشی، یا باید به یه سطحی از آگاهی و درک و شعور برسی
که اگر حتی آزاد هم بودی، ثروتمند هم بودی، هر گوهی نخوری، ولی اگر این اتفاقا بیفته یا صفر میشه یا نابود میشه. مثل یه موضوعی که میگن شات داون، یه دکمه است و خداحافظ. خب گایز، امیدوارم خوشتون اومده باشه. خواستم یه ذره با تئوری های پشت پرده حکومت ها و حال دولت ها و حالا کلا سیستم ها باهاتون صحبت کرده باشم. یه سری اطلاعات بتونم بهتون بدم، داشته باشید و دردتون میخوره. دوستون دارم زیاد، عشق منید. لایک کامنت فراموش نشه. چکس.